شما الان چه احساسی داری که به دام ماموران پلیس افتادی؟ ما الان احساس خیلی خوب داریم. احساس خوبی داری بله؟ بله. برای همسنه خود چه پیشنهادی داری؟ چه کاری بکنه راهش رو ادامه ندی؟ همسنه ما پیشنهاد داریم که خواهش میکنیم جنس خوب به مردم بدن، جنس آشغال ندن که فوش و خوار مادر شاره بدن. یک جنسی که قشمش داشت نبشه که طرف میکشه عشق کنه بپره به هوا پول بشه. بله. شما الان فکر میکنه خانواده چه احساسی دارن؟ خانواده ما الان احساس سربلندی میکنن چون میگن زندان جای مرده، هر که نره نامرده. شما چند وقته که این کار رو شروع کردی و به این کار کشیده شدی؟ والا ما متاسفانه خیلی دیر انجام دادیم این کار رو. ای بابا من نداشت اینه که خودش کار خوب نون داره. 1 کیلو جنس میخریدم مثلا به 700 تا میاد مفروختم ریزکاری میکردم 1 تا برام و در میاد مفروختم. ای ما دیر این کار انجام ده. ما مدرسه من قدنون داره این کار قاچاقچیگیری همو اولا هم 8 سالگی همی کار مرفتیم. آیا شما ناراحت نیستی که اینقدرم با قرآن خوشحالم که چی کن لفظم شما مامورا؟ نه شما ناراحت نیستی که سالا چندین جوون رو به کام اعتیاد کشیدی؟ جنس خوب میدم ما جنس خوب میدم. همه میگن دست شما درد نکنه. جنس خوب میدن پول خوبم میگیرن. بله بینندگان عزیز از اینجا که شما توجه دارین ایشون مشکل عقلی هم دارن. شما میگن فلانم ما اصلا یک آدمی به جنس هم خوبم همه آمدم همه مشتن میره.